سلام دوستان عزیز. جمیل قادری میگه گرفتار شده. دلیلش چی است؟ ببین بیشتر مردم که با صفحات معتبرتر نشرات کردن و جدیدترین هستن، خود شما بهتر میفهمین بعد چیزها را که جمیل قادری گرفتار شده و کوشش میکنیم دلیلش را هم پیدا کنیم که بعضی کس ها نشرات کردن که عدالت دیگر چی میخواهید، نور چشی غواره. جمیل قادری را شما بیشتر میدانید. اگر نمیدانید در ویدیو بعدی اطلاعات بیشتر دربارش نشر خواهم کرد. منابع منجا کسی دیگر گفتم، منابع میگویند جمیل قادری یوتیوبر حامی که شهر کابل بازداشت شد. این که در کجا بازداشت شده، چرا بازداشت شده، دلیلش را در ویدیو بعدی شما منتظر باشید. یک کسی دیگر گفته این جمیل قادری هم بندی شد. دیگه اینجا کسی دیگر چی گفته؟ منابع از بازداشت جمیل قادری که خبر میدهد این بار کجا دیپورت خواهد شد. کسی برش خندی. کوشش کنیم باید چیزی که میگیم، چیزی که نشرات میکنیم باید معتبرتر باشه، توهین تحقیر برای کسی نباشه. نشرات خوبی باید داشته باشیم و این یکی از نمونه ها که در این چند روز اخیر گفته میشه که در این هفته اخیر سرخط خبرهای مردم یا به شوخی یا به واقعی شده بود. کسی دیگر هم بدبختی جمیل قادری آغاز شد. گفته منابع از بازداشت و بازجویی جمیل قادری یوتیوبر پشتیبان طالبان از سوی استخبارات این گروه خبر میدهند. گفته دیگه چی گفته؟ بعض دیگه بدبختی جمیل قادری آغاز شد. باز هم همین رقم نشر کردن. جمیل قادری باز هم گرفتار شد. هیچ کسی تا به حال خبرهای دقیق نگفته است. کوشش میکنیم اونا را هم پیدا کنیم. تازه از دست های رسانه عبدالحمید خراسانی و ژورنالیستی جمیل قادری خلاص شده بودیم که مستقیما داخل دو مشکل بزرگ دیگه شدیم. او هم است خالد زدران و مالی انابه کتاب نوشتن و BBC فارسی هم بدر خمزی تاثیر این کتاب قرار گرفتن که خبرهای جدید دیگر چی هسته درباره مالی انابه و خالد زدران. اگر شما دوستا هر کامنت دربارش میخواین کامنت کنین، ما کوشش کنیم خبرهای بهتری و دقیق تری دربارش نشرات داشته باشیم. باز هم منابع آژیر که باز جویی جمیل قادری را نشر کردن. خبر دقیقی باید پیدا کنیم. شما میدونین کل خبرها دقیق و بعضی صفحه ها معتبرتر است، خبر دقیق نشر میکنن، بیشترشان جعلی که به شوخی نشر میکنن. ما کوشش میکنیم دقیق ترش را پیدا کنیم. حتی از خبرهای خیلی باید معتبر باشه برای ما معتبر بودنش مهم است. در کجا است؟ آیا واقعیت گرفتار شده است؟ بیشتر صفحات که نشرات میکنن به ضدشان است. البته ما به حمایت اینها تا به حال هیچ کدام ویدیویی نشر نکردم. در این کانال نه دربارش صحبت کرده بودم، نه دربارش کدام پیام ماندم. به خاطر این ویدیو را میخوایم نشر بکنم. شما میدونین درباره حمید خراسانی هم گفته بودن. حمید خراسانی را شما هم میشناسید. اگر نمیشناسین کوشش کنین یک کامنت بانین دربارش که یک ویدیو هم نشر کنیم.